در قرقیزستان پنجمین سالگرد برکنارشوی پرزیدنت خودکامه این کشور قرمانبک باقیف برپا شد. در پیام به حاضرین، رئیس جمهور کنونی قرقیزستان الماسبک اتنبایف گفت با شرافت آشوب 5 سال پیش در قرقیزستان امکان بنیاد یگانه کشور دموکراتی پارلمانتی در آسیای مرکزی فراهم آورده شد. اما منقدان با اشاره به تصویب قانون ضد سازمان‌های غیر دولتی و حقوق همجنسگراها میگویند اتنبایف هرچی بیشتر از مسکو الهام گرفته به کرمل نزدیک می شود. در مسکو مردم زیادی برای گرامی داشت خاطر سیاستمدار مخالف کرمل بوریس نمتسوف که 40 روز پیش به قتل رسیده است گرد هم آمدند. طرفداران نمتسوف می‌خواستند یک کنسرت یادبود دایر نمایند، ولی یگان تالار حاضر نشد میزبانی مراسم بخشیده به این مخالف سرسخت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را قبول کند. حاضرین در مکان کشتار نمتسوف گل و شمع گذاشتند. بر پایه عنعنه نصرانی پروسلاوی خویش و نزدیکان در روز 40 فوت مراسم یادبود برپا می‌کنند. در نزد بینای پارلمانت اوکراین در شهر کیف گردهمایی اعتراضی صدها پیرو گروه ملتگرای اشدی با نام حزب آزادی برپا شد. گردآمدگان استعفای سروزیر اوکراین ارسنی یاتسنیوک را طلب کردند. به قول اعتراضگران آنها ویکتور یانوکوویچ را از کرسی ریاست جمهوری برکنار نمودند و قدرت دارند که یاتسنیوک را هم از مقامش محروم نمایند. بعضی اشتراکچیان جمع آمد یاتسنیوک را با فساد متهم کردند. دیگران از مشکل‌های اقتصادی شکایت داشتند. در شهر کابل پایتخت افغانستان صدها نفر بر ضد حکومت ایران اعتراض نمودند. به گفته آنها ایران پناهندگان افغان را اجباراً به جنگ سوریه می‌فرستد تا در صف نیروهای صادق به پرزیدنت این کشور بشار الاسد جنگ کنند. این گردهمایی بعد پخش نوارهای ویدیو برپا شده است. در آن نوارها ظاهراً افغان‌های شریک در جنگ‌های سوریه نمایش داده شدند و تأکید گردیده است که رژیم ایران به خاطر شرکتشان در جنگ‌های سوریه به آنها پول می‌دهد.